حقایق زندگی کسایی که گربه دارن. حقیقت اول، ببین عزیزم، از لحظه‌ای که گربه پاشو میذاره تو خونه شما دیگه شما صاحب اون خونه نیستید. چرا 5 صبح منو بیدار میکنی؟ تو دیگه صاحب هیچ چی نیستی، تو حتی صاحب خودت هم نیستی. یعنی گربه میشه مثل خورشید وسط منظومه شمسی زندگی شما حول محور گربتون زندگی میکنید. حقیقت دوم، تو وقتی گربه میاری با گربت وارد یک رابطه تاکسیک میشی. چی؟ بهش توجه میکنی، بی توجهی میکنه. بهش میگی بیا، میره. صبح تا شب مثل سگ کار میکنی که شکمش رو سیر کنی، اون 16 ساعت تو روز میگیره میخوابه. من عاشق گربه‌ام و از نظر گربه من یک موجود بی‌خاصیتم. شاهین چرا جپتو اذیت میکنی؟ و اما فکت سوم، ببین عزیزم، گربه درکی از پول نداره. مردم عادی میرن با پولاشون برای خودشون چیزای مختلف میخرن. من میرم پولمو میدم خاک گربه میخرم که گربه‌ام برینه توش. چرا میرینی تو پولای من؟ من میرم گرونترین اسباب بازی‌ها رو میخرم ولی اون با در بطری بازی میکنه. چرا با در بطری بازی میکنی؟ من خودم ساق طلایی میخورم، برای اون بهترین غذا رو میخرم ولی اون یهو تصمیم میگیره که این غذا رو دوست نداره، دیگه نمیخوره. ببخشید جیش کرد، من یه دقیقه برام تمیز کنم بیام. میری براش یه تخت خیلی گرم و نرم میخری ولی اون تو کارتون موز میخوابه. من عضو میخوام پیپی کرد، یه دقیقه میرم تمیز میکنم میام.